ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار نهم. بیست 50 نفر گوسفند سودا شده ایستاده است. در این قطار 20 سر گوسفندی عظیمشاه هم به یک قصاب بخاری به واسطه فتح‌الله گوسفند جلاب سودا شد. قصاب از پول گوسفند 200 تنگ نقد شمرده باقیش را به روز پنجشنبه آینده وعده داد. عظیمشاه تنگه ها را پیش خود کشیده به روی شالچه شمرد و خواست که از بغلش همیانش را برآورده تنگه ها را به وی اندازد. در همین وقت آب تازه گفته پایکی حاضر شد و چلیم را با دست خود به میان دوره در آورده گردش داده نیش را به باشندگان آنجا یک یک تقدیم کرد. چون فتح‌الله به کشیدن چلیم مایل شد، پایکی با یک دست خود سرخانه را گرفته پوف پوف کرده قرندی و خاکسترهایش را پرانده میخواست نی چلیم را به دهان فتح‌الله دهد. گرد آتش به دست دیگرش که چلیم را نگاه داشته ایستاده بود رسیده سوزانید که چلیم راستناکی بر روی تنگه‌ای که عظیمشاه شمرده مانده بود افتاد، لیکن پایکی با یک چالاکی پاکیانه چلیم را از غلیدن باز داشته زود برداشت و به فتح‌الله کشانده باز آب تازه گویان به میان بازار در آمده رفت. عظیمشاه در آخر بازار سودای امروزه خود را حساب کرده پولهای جمع شده را یک جوره شمرده دید که از روی حساب پول کم است. دوباره حساب کرد و دوباره پول را هم شمرد، باز کم، پول نمی رسد. چون یقین کرد که پول گم شده است، آسمان را به سر خود برداشته فریاد کرد، به دزد نامردی که صبور نفرین میفرستاد و دشنام میداد. بازار برای دلداری دادن به خوجین خود آن تسلی را که وی در سمرقند در مورد گم شدن دو گوسفند به خودش داده بود به خاطر آورده گفت: خوجین ضرر ندارد، چیزی گم شده خیر بیریا است، خدا با عوضش به شما باز میرساند. عظیمشاه شورش کرده: خیر بیریا؟ خیر بیریا برای کسانی در کار است که با اختیار خود هیچ خیر و سخاوت نمی کرده باشند یا که کرده نتوانند. اما من چی؟ من نیمه پیدا و پسنداز خودم را همیشه به خیر و سخاوت صرف می کنم. مرده زنی تو را برداشتم، آن هم خیر است. تو را و پسرت را خوراندم، پوشاندم و جای دادم، این هم خیر است. به چندین بیکار مانده کار یافته می دهم، این هم خیر است. به پادشاهی زکات و امینانه می دهم، صدقه فطر می دهم، قربانی می کنم، همه اینها خیر است. باز برای من خیر بیریا چی در کار است؟ مگر خدا غیر از من بنده خیرخواه دیگر ندارد؟ تو کار خودت را دان و به من مصلحت دادنی نشو. عظیمشاه مگر این شهر بی صاحب است گفته از جای خود خیست و به درآمد میدان بازار به پیش شخصی که به بالای صفچه 4 زانو زده نشسته بود رفته. زکات چی بیک؟ من به پادشاهی زکات می دهم، امینانه می دهم، در بازار پادشاهی مال می فروشم. اگر در بازار پادشاهی روزی روشن پولی مرا دزدند، در اینجا امنیت نباشد، پس برای چی من زکات و امینانه می دهم؟ شما که حاکم بازارید و از من زکات می گیرید، دزدی مرا یافته حق مرا ستانده دهید. گفت زکات چی؟ از فتح‌الله که به سر جنجال رسیده آمده در پس سر خودش با پایان صفه راست ایستاده بود آهسته: این کار را که کرده باشد؟ گفته پرسید. من گمان میکنم که شیر کرده است. فتح‌الله گفت: شیر پایکی؟ ها تقصیر. او بدبختی، گفت زکاتچی و روی خود را به طرف عظیمشاه گردانده. خب تحقیق میکنیم. و با آدمی خود گمانبران را دستگیر کرده به میرشبخانه فرستاند. کیها را؟ آدمی زکاتچی پرسید. یک چند نفر سرسری پالوچان رادیه
آدمی آدم شونده دزدی نمی کند. هر وقت دزد از میان آدمانی سر و پا برهنه می براید. خوش تقصیر گفته آدمی زکاتچی برای اجرای حکم رفت. عظیم شاه با این همه کوششی زکاتچی به یافت شدن پولش امید نداشت. تیری از کمان جسته بازگشته نمی آید می گفت. بنابراین دلش هیچ گشاده نمی شد. پس از آن که زکاتچی به قطار دیگر گوسفند جلابانی زکاتی کلان داده به عظیم شاه هم یک جامه پادشاهی پوشانده به حق جناب عالی دعا گفت، او قدری خرسند شده به قوشخانه خود رفت. از بازار گوسفند قصابان، جلابان و دلالان همه رفتند. چوپانان هم گوسفندانی از بازار مانده را از قوشاقشان برآورده به چراگاه ها راندند. زکاتچی هم میخواست چیزهای خود را خوانداشته با آدمانش برود. در همین وقت آب تازه گویان پایکی پیدا شد. زکاتچی: شیر، لبای تقصیر. چند گرفتی؟ 10 تنگ تقصیر. نامعقول کردی. از روی شنیدی من بسیار است. نه تقصیر، بسر شما که 10 تنگ یک پول زیاد نی. خب زکاتش را برار. پایکی به خورجینچی خود دست زده 5 تنگه شلیمالو را از بین پولهای سیاه جدا کرده برآورده پیش زکاتچی ماند. زکاتچی پس از با گلیم پاک کرده به کیسه خود انداختن تنگه ها گفت: شیر، از من نصیحت، من بعد این کارت را در حق بایان و جلابانی کلان نکن. آدمانی کلان در اندک کار داد گفته آسمان را به سرشان میبردارند. دادشان را به هر کجا میشنوانند. اگر خدا نکرده سرت فاش میشد، تو را یک کار نکرده نمیماند. هرچی میتازی از چکنه تاز که دادش به فریادش نمیرسد. وی نو داد و بیداد کرده آمد. قریب بود که بوی پیلته براید. هرچی به زودی فتح الله ما را گرفت که خاک پوش کرده گذراندیم. از ما عبرت گیری نمی شود. ما به بایان اگرچه زکات گفته از گاو غدود می دهند، از دولت جناب عالی جامه می پوشانیم. از بیچارگان باشد یکی بر 2 یکی بر 3 زکات گفته می گیریم و هیچ چیز هم نمی دهیم. با وجود این دم نزده رفتن می گیرند. شیر، از سرطان کردن بگی جان، زکاتش را که می گیرید سرشته می کنید؟ همیشه تیر را به نشان راست آوردن مشکل است. گاه نامدی کار شده کس بجای آهو گرگ را هم زده میماند گفته آب تازه، آب تازه گویان این هم از بازار برآمده رفت. فصل 28. قرضداری. خوجین خواست که بعد از سفر بخارا با بازار حسابی نماید. هرچی سفر بخارا برای من نقض نشده باشد هم برای تو بی خطر گذشت. گفته روز خوجین به بازار گپ ایله کرد. اما از وجه سفر سمرقند حسابی میان خود را معین کرده ماندن همان در کار است. اگرچه همراهان 2 گوسفند چاری در سفر سمرقند گم شده را زیادتر فروخته باشم هم به تو 25 تنگگی هر دوی آنها را 50 تنگه حساب می کنم. بازار: خرید آن گوسفندان چندی بود؟ به خرید آنها کارت نباشد. اولشان که من هر کدام آنها را جدا جدا نخریدم که خریدشان به من معلوم باشد. 10 تا یکی 20 تا یکی خریدم که به میان آنها از 10 تنگگی تا 40 تنگگی گوسفند است. دویم که بعد از خریدن آن گوسفندان قریب 6 ماه به دست من ایستادند. پولی من با آنها بند شده است. من آنها را پروا کرده فربیه کردم که به بازار سمرقند رفته پول شدند. بنابراین در این موردها تنی خریده را معین کردن بسی دشوار است. نقضشان که از نرخ فروش قدری کمتر به تو حساب می کنم. اگر از من رود به تو می رود که تو آدمی بیچاره هستی، در حق من دعا می کنی. به این حساب تو از من 50 تنگه قرضدار می شوی. اگر خوراک و پوشاک 1 ساله بچت را هم 50 تنگه حساب کنیم، همگی تو از من 100 تنگه قرضدار می شوی. مگر یک بچه
در 1 سال 50 تنگه می خورد؟ بازار تعجب کنان گفت: خوجین، گوساله کهدان خالی می کند، بچه ناندان گفتند. سگ بچه در 1 سال از یک آدمی کلان زیادتر می خورد. لیکن من به تو رحمخوری کرده کمتر حساب کردم. درست اگر تو نمی بودی من بچه تو را خالص برای خدا خورانده می پوشاندم. وقتی که تو زنده باشی و از دستت کار هم آید، بچه تو را پروا کردن من مناسب نیست. من می کنم گویم هم باید تو نیگویی. اگر از دست بچت یگان کار می آمد هم من وی را مفت خورانده می پوشاندم. حالا با وی یگان کار فرمایم هم برای این می فرمایم که کار را یاد گیرد، نه از برای منفعت خودم. حالا با وی کار فرمودن خطرناک است. چنانچه یک روز گاو را میچرانم گفته به زهکش غلطانده است. نزدیک راهگذرا رسیده آمده برآورده دادند، وگرنه یک گاو 50 تنگگی به مفت حرام مرده می رفت. خب گپ را کوتاه کنیم. تو از من 100 تنگه قرضدار شدی. اکنون اختیار به خودت. میخواهی از زبانت خط میدهی، 50 تنگه نقده به من یافته میدهی و خدمت 6 ماهت را با خوراک 6 ماهه بچت برابر حساب کرده به کجایی که خواهی میروی. هرچند بازار میخواست که از این در خانه زودتر خلاص شود، لیکن کسی به نظرش نمی نمود که با وی حساب خوجین را برابر نماید. ناچار به خط دادن راضی شده هر دو به قاضی خانه رفتند و به پیش میرزای قاضی در آمدند. عظیم شاه: از زبان این آدم به نام من مبلغ 100 تنگه خط اقراری نویسید گفته التماس کرد. میرزا: این 100 تنگه را به فایده میمانید یا قرض حسنه میدهید؟ گفته پرسید. در این زمان عظیم شاه میگوید: قرض حسنه چیکار میکند؟ پول بیکار در کجاست؟ حاجت این را برآورده قرض یافته دهم. خوب گپ. ثواب همین هم به من بس و زیادتی است. 100 تنگه ماهی چند پول؟ خودتان گویید ماهی چند پول کنیم درست؟ آدمش میداند. اگر قرضدار مال و ملک داشته باشد، زمین یا حولی خود را به گرو ماند، هر 20 تنگه ماهی از نیم تنگه تا 1 تنگه تعامل است. اگر قرضدار چیزی نداشته باشد، برکش ندارد، بعضی ها در هر 20 تنگه ماهی 2 تنگه هم میگیرند. قرضدار ما نه مال و ملک دارد و نه خودش اینجایی است، لیکن یک آدمی بیچاره است. بنابراین یک کار میکنیم که نه سیخ سوزد نه کباب. من از این به ماهی نیم تنگه راضی میشوم. این همتی شماست، لیکن وقتی که قرضدار چیزی گروی نداشته باشد، فایده را در خط در آوردن ممکن نیست، زیرا در این صورت ربا می شود که وی به شریعت راست نمی آید. اگر یگان چیزی گروی می داشت، فایده پول را اجاره همون چیز گفته به خط در آورده حله شرعی می کردیم. اکنون باید فایده 1 ساله پول را حساب کرده به تن پول همراه نموده به جمعش یک خطی اقراری نویسیم. بسیار خوب، وی کار شماست. یک کار کنید که به شریعت آراسته شود. میرزا فایده 1 ساله 100 تنگه را 30 تنگه حساب کرده به مبلغ 130 تنگه از زبان بازار خطی اقراری نوشت و قدر خوجینت را دان. اگر به جای خوجین کسی دیگر می بود، برای 20 تنگه هر ماه 2 تنگگی فایده حساب نموده تو را 220 تنگه قرض دار می کرد. خوجین به تو خوب مروت کردن گفته از جانب خوجین بازار را منتدار هم کرد. میرزا ملازمی را جیغ زده خط را به دست وی داده قرضدار و قرضخواه را پیشی شریعت پناه برده مهر کنانیدن خط را فرمود. ملازم اینها را برده برای بوریاچه‌ای که به پیش در مرافع خانه قاضی پهن کردگی بود شنانیده خط را به دست قاضی داد. قاضی خط را از نظر گذرانیده بازار گفت: لبی. از ملا عظیم شاه 130 تنگه قرضدار شدی؟ شدم. هر وقت خوجین طلب کند این پول را در قاضی خانه به این شخص می سپاری؟ خب. قاضی خط را مهر کرد.
ملازم به تگ آستانه دوزانه نشسته مهرانه را پیش قاضی گذاشت و خط را از دست قاضی گرفته خیسته به قرضدار و قرضخواه خزتان گفته اشارت کرد. قاضی به عظیم شاه نگاه کرده: ملا عظیم شاه، کم نما شده رفتید، هرگز پیش شما نمی آیید، در آن درآیید کمتر چخچخ کنیم. گفت. عظیم شاه خوش تقصیر گویان از در دهلیز پیش قاضی در آمد. قاضی برای احترام وی نیمخیز شده جای نشان داد. عظیم شاه از جای نشان دادی قاضی قدر پایانتر نشسته به حق جناب عالی ایشان قاضی و مخدوم جانها دعا کرد. قاضی: بچه دسترخوان و چای بیار گفته به محرم خود فرمود و با عظیم شاه از هر در سخن رانده گپ را به سفر بخارای وی آورد و گله هزلامیز کرده گفت: در بخارا مگر ما را فراموش کردید که برگ سبز گویان یگان سوغایی نیاوردید؟ این دفعه اگر بخارا روید ما را از یاد نبرارید. عظیم شاه اندکی خجالت کشیده گفت: در بازار گوسفندی بخارا یک مبلغ پول را دزداندم، بنابراین دلم سیاه شده کارهای ضروری خودم را هم نیمکاله پرتافته زود برگشتم. در آینده خدمت کرده قصورش را میبرارم. قاضی افسوس خورده: خدا اجرش را یکی برده رساند. چقدر پول را دزداندید؟ آنقدر پول قضایی نی، یک مبلغ اندک بود. همین طور باشد هم پول گم کردن به کس بسیار علم می کرده است. البته مال مومین خون مومین گفتند. از بدن کس خون براید اندک هم باشد علم می کند. به حاکمان بخارای شریف عرض نکردید؟ به زکاتچی بازار فهماندم و از دو سه کس گمان کرده دستی آنها را بسته به میرشب خانه فرستاد. خودی من دیگر از پس این کار نگشتم. از دست زکاتچی غیر از همین دیگر کار هم نمی آید. می بایست به جناب قاضی القضات ایشانی کلان عرض می کردید. دزد شما را یابانده به شریعت آراسته کرده پول شما را رویانده می دادند. از برای اندک مبلغ به حضرت ایشانی کلان درد سر دادن را به خود مناسب ندیدم. چرا؟ خواه ایشانی قاضی کلان باشند، خواه قاضی و حاکمانی دیگر برای حمایت کردن حق شما بر این دولتمندان نشستند. باغ ما، چارباغ ما شمایید. آش ما، نان ما و همه نشع و نمای ما اول از دولت جناب عالی باشد، دویم از بالای شما بر این دولتمندان است. دیگر اینکه اگر به ایشانی کلان عرض می کردید به خود آن شخص مهرانه و به ملازمشان خدمتانه می روید. ایشانی کلان هم پول را بد نمی بینند. تقصیر، مرحمت کنید نخورید. تقصیر بسیار خوردم. گویان عظیم شاه دستش را نیم بردار کرده با این اشارت به دسترخوان فاتحه خواندن را از قاضی التماس نمود. قاضی هم دست برداشته به حق جناب عالی دعا کرده فاتحه خواند. محرم آمده دسترخوان را گنداشت. عظیم شاه صحبت را با پایان رسیده شمرده دستش را به سر سینه‌اش برده: اجازت شود گفت. قاضی: در را میگردید؟ خوب کم نما نشوید، آمده روید گفته دیگر باره دست برداشته دعا کرده به میهمان خود رخصت داد. عظیم شاه هم دست بر رو کشته تا در میانه میهمانخانه و دهلیز پشتناکی رفته به طرزی که پشت به قاضی نشود یک پهلو شده از در برآمد. بازار تا این وقت پشت به دیوار میرزاخانه داده نشسته بود و به دل خود می گفت که خوجین من با قاضی جوره آب ناگذر بوده است. در این حال هر قدر که می خواست مرا قرضدار کرده خط گرفته می توانست. گفته میرزا درست بوده است که به حق من خیلی مروت کرده است. وقتی که عظیم شاه از پیش قاضی برآمد ملازم خط را 4 قط کرده به دست وی داده: خوجین مرا از دولتتان خشک نمانید گفت. عظیم شاه به وی هم نیم تنگه داده دوباره به میرزاخانه در آمد. 1 تنگه کاتبانه، 2 تنگه مهرانه، نیم تنگه خدمتانه،
جمع 3.5 تنگه خراجات شد. این را هم به پشت خط اشارت کرده مانید گفته از میرزا التماس کرد. پس از آن خوجین مرحمت‌هایی را که قاضی در حق خودش کرده بود یکی بر 10 کرده به بازار حکایه کنان به خانه خود رفت. فصل 29. حساب همدونه. بازار پس از این قرضداری 8 سال دیگر به خوجین خدمت کرد. در این مدت خوجین بی ترک یک بار به سمرقند و یک بار به بخارا هر سال 2 سفر می کرد. در این سفرها همیشه چوپان گوسفندران بازار بود. هرچی در این سفرها هیچ یک فلاکتی به سر بازار روی نداد، یعنی گوسفندی را دزد نبرد و گرگ هم نربود. بازار در روزهایی که از سفر فراغت می یافت با چرانیدن گوسفندهای خوجین مشغول می شد. می بایست بازار در مدت این 8 سال موافق وعده خوجین از وجه مزد خدمت خود به 400 تنگه مالک می گردید. پس از ادای 130 تنگه قرض می بایست در کیسهش باز 270 تنگه مازاده می ماند. لیکن در واقع این طور نشد، بلکه در نتیجه حساب سری سال نهم بازار از عظیم شاه 859 تنگه قرضدار شده ماند. چگونه که در حل این معما عقل بازار نرسید، چرا این طور شد گفته به حیرت می افتاد. دیگران هم حیران خواهند شد، لیکن از روی حسابی عظیم شاه این حساب مانند 2 کره 2 4 می شود آشکار و روشن بود. چنانچه در بالا گفته شد عظیم شاه در سال اول بازار را 130 تنگه قرضدار کرده بود. در سال دوم به حساب 20 تنگه هر ماه نیم تنگه فایده این مبلغ به 169 تنگه رسید. هرچند بازار دستیار شدن پسرش را دلیل آورده خوراک او را به حساب خوجین گردانیده در برابر مزد خدمتش 50 تنگه از قرض کم کردنی شده باشد هم خوجین قبول نکرده گفته بود خود یادگار چی که دستیاری وی باشد، به بدل پوشاکش خدمت کرده تواند هم خوب گپ. پارسال 4 گز کرباز به وی 2 کرته و ایزار می رسید. این سال به 1 کرته و ایزارش هم نمی رسد. تا به قطار مردم در آمدن یادگار خوراکش از مزد خدمت تو و پوشاکش به حساب دستیاری خودش. اگر این شرط را قبول نکنی تو پول مرا نقد کن، من به تو 1 فاتحه سفید می دهم. به همین حساب مبلغ قرضداری بازار در سال سیوم به 220 تنگه، در سال چهارم به 286 تنگه، در سال پنجم به 371، در سال ششم به 482 تنگه رسید. تا این دم یادگار خوراکش را به حساب پدرش می خورد و پوشاکش را به حساب خوجین می پوشید. بازار دید که پسرش خوب کار می کند، در پی آن افتاد که برای وی هم یگان کار یابد تا که هیچ نباشد خوراک و پوشاکش به دست درآید و خودش در زندگی خود کار کرده قرضش را ادا کند و از دنیا بی قرض گذرد. یکی از شاگرد پیشگان بخاری املاکدار سریجوی به این فکری بازار واقف شده یادگار را سال 20 تنگه به خدمت گرفتنی شد، لیکن شرط کرد که وی را به بخارا برای خدمتخانه خود فرستاند. هرچند جدایی از فرزند که وی به ذم فرزند بودنش از مهرماه مهربان یادگار مانده است برای بازار دشوار بود، لیکن برای زودتر خلاصی یافتن از قرض به این شرط هم راضی شد. پیش از آن که یادگار را به شاگرد پیش سپارد برای حلال کردن حق نمک این واقعه را به عظیم شاه حکایه کرده از وی برای یادگار فاتحه سفید طلب نمود. عظیم شاه چنان که به یادگار هیچ احتیاج نداشته باشد رضایی خود را به این کار معلوم کرد. لیکن گفت خوجین نمیدانم عاقبت این بچه در شهرهای غریبی چی می شده باشد.
اگر دلت به پسرت نمیسوخته باشد فرستان. فایده تو در همین است نی اگر از فرزندت دل کنده نمیتوانسته باشی ایستادن گیرد. اکنون بچه کلان هم شده است. مانند یک مرد کار نکند هم نیم مرد بر این کار کرده میتواند. من هم خیال داشتم که امسال خوراکش را هم از خودم دهم و مزد خدمتی تو را به قرضت چکنم. من گمان میکنم که 2 سال دیگر در اینجا باشد از خود همینجا هم سال 50-60 تنگه یافته میتواند. خیر باز اختیار به خودت. هر کسی مصلحت خیش نکو میداند گفتند عزیزان. بازار که برای خوراک پسرش و به نیت شکستن مزد خدمت خودش به قرض به این فکر آمده بود، پس از این تکلیف خوجین دلش نخواست که پسرش را از خودش دور کند. بنابراین فکر خوجین را خوش قبول کرده یادگار را به شاگرد پیشه نداد. سر سال 7 قرضداری به وقتی تازه کردن خط اقراری در رسید. عظیمشاه 482 تنگه را با فایده 1 سالش 626 تنگه حساب کرده از این مبلغ 50 تنگه به حساب مزد خدمت سالانه بازار کم کرده با 576 تنگه خطی تازه گرفت. در سر سال 8 این مبلغ با فایده سالانش و کم کردن مزد خدمت 1 ساله 699 تنگه شد و در سر سال 9 با جمع کردن فایده و کم کردن مزد به 859 تنگه رسید. بازار دید که با وجودی به قرض شکستن مزد خدمتش مبلغ قرض کم نمی شود بلکه تعرف زیاد شدن است. از حسابه های خوجین به شبهه افتاده از سماوارچی در قاضی خانه بوده به خودش فهمانده دادن این حساب را التماس نمود. سماوارچی: برادر، این گونه حساب ها را حساب حمدو نمی گویند. به فهمیدن این گونه حسابی ها نه عقل من می رسد نه عقل تو. شما از سلسله خوانش بدیعی گفتار 9 داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنیدید. راوی هنرمند حبیب الله عبدالرزاقов.